سلام عرض میکنم خدمت همراهان آنلاک کده. توی این ویدیو میخوایم بررسی کنیم پروفایلی که به نام بازگردانی آنتن سری 14 در اینترنت پخش شده، شناخته میشه و شاید الان روی گوشیتون نصب باشه، شاید در واقع هزینه‌ای پرداخت کرده باشید بابت نصبش یا در واقع بخواید نصب کنید. ببینیم که کلا این پروفایل چجوری ساخته شده و چجوری عمل میکنه و یه بررسی داشته باشیم، هم پروفایل رو و هم شورتکاتی که همراه این پروفایل ارسال میشه. خب این پروفایل با برنامه اپل کانفیگوریتور ساخته میشه. کلا پروفایل هایی که برای آیفون روی در واقع توی ستینگ نصب میشن، قابلیت نصب دارن، با این نرم افزار ساخته میشن و شاید قبل از این پروفایل نصب کرده باشین. پروفایل مخصوصا مربوط به برنامه‌های ایرانی مثل سیوب، اپل اپس یا مخصوصا نرم افزارهای بانکی پروفایلشون رو در ستینگ نصب کردین و استفاده کردین. خب وقتی که این پروفایل در واقع ساخته بشه، پروفایل رو باز کنید، با همچین صفحه روبرو میشید. یه قسمت داره جنرال و حالا یه سری تنظیمات داره که اگه دقت کنید هیچ کدومشون چنج نشده و تغییری نکرده به جز قسمت سلولار که حالا به اون بخش هم میرسیم. خب این پروفایل تغییراتی رو اعمال میکنه برای APN دیوایستون. حالا این APN چی هستش؟ APN مخفف شده Access Point Name هستش که در واقع بدون اون نمیتونین به اینترنت سیم کارت متصل بشین. خیلی خلاصه و ابتدایی بگم، با ست کردن APN به اپراتور این رو میفهمونین که به شما اجازه دسترسی بده به در واقع اینترنت که از اینترنت استفاده کنین. حالا این APN به صورت اتوماتیک روی سیم کارت ست شده و در 99% مواقع نیازی به تنظیمات خاصی برای دسترسی به اینترنت سیم کارت از جانب شما نیست. و اگه دقت کرده باشین، زمانی که یه سیم کارت جدید روی گوشی میذارین، اپراتور پیام میده که اگه نیاز شد از این رمز استفاده کنین برای ست کردن تنظیمات و دسترسی به اینترنت، ولی در کل اتوماتیک انجام شده است. مثال دیگه‌اش رو بخوام خدمتتون عرض کنم، مودم هایی هستن که سیم کارت خور هستن و در واقع شما بدون تنظیمات خاصی میتونین ازش استفاده کنین. حالا این پروفایل میاد این APN رو دور میزنه و یه جوری بایپاس میکنه این موضوع رو و این امر باعث میشه که در بعضی از دستگاه با شرایط خاصی آنتن برگرده، در بعضی از دستگاه تأثیری نداشته باشه و همونطور که توی ویدیو قبلی گفتم برای تمام دستگاه ها ممکنه این روش جواب نده و چیزی که مشخص هستش اینه که اگه اپراتور بخواد به راحتی میتونه جلوشو بگیره و بسته بشه این روش. ما یه قسمت سلولار هم داشتیم، قسمت سلولار رو هم بررسی کنیم. قسمت سلولار همونطور که میبینی یه دونه در واقع APN نیم داره و یه سری تنظیمات دیگه. این پروفایلی که ما داریم برای همراه اوله و خب تغییر چندانی فکر نمی کنم داشته باشن همچین پروفایلی. برای مثلا ایرانسل از IPv6 استفاده میکنن، برای همراه اول از IPv4 استفاده میکنن و به سادگی شما میتونید یه همچین پروفایلی بسازین بدون در واقع دانش خاصی. فقط نیاز هست که یه دونه APN داشته باشین و میتونید خودتون هم این پروفایل رو بسازید. ولی چیزی که هستش 100% و قطعی این پروفایل جواب نمیده. ممکنه برای دستگاهتون جواب بده، ممکنه جواب نده. چیزی که از ما میپرسن اینه که روش قطعی و دائمی آیا وجود داره برای بازگردانی آنتن سری 14؟ قطعا نه. بالاخره هر روشی یه زمانی منسوخ میشه و اگر روشی دائمی بود هیچ وقت روش دومی به وجود نمیومد. همون روش اول رو استفاده میکردن و همچنان هم کار. ولی خب تا الان شاید بیشتر از 8 تا 9 تا روش بازگردانی در سطح اینترنت منتشر شده، مثل روش در واقع 2G، مثل روش استفاده از دستگاه اندرویدی، مثل در واقع جابجا کردن خشاب سیم کارت و روش‌های دیگه که خب اگر روشی کار میکرد برای تمام دستگاه، همون روش برای همه استفاده میشد و اصلا نیازی به همچین مواردی نبود. مورد بعدی یه در واقع شورتکاتی هستش که همراهش ارسال میکنن به نام شورتکات آنتن و اگر که این شورتکات رو ادیت بزنیم و چک کنیم ببینیم به چه صورته، در واقع این شورتکات چیکار میکنه؟ این شورتکات زمانی که شما روی آیفون ست کنید، این قسمت به جای وای فای سلولار میبینید. کلا میگه که این پروسه 20 بار باید تکرار بشه، 20 بار تکرارش کن و بیا در واقع سیگنال بار رو چک کن. سیگنال بار همون در واقع
خطهای آنتن هستش. میگه چک کن اگر که 2 نبود، یعنی حالا مثلا خود 1 بود یا 0 بود یا 2 بود فرقی نداره، کلا بیا ایرپلن مود رو فعال کن و 6 ثانیه صبر کن. ایرپلن مود رو بردار و چک کن ببین اگر آنتن اومد خب این پروسه تمام میشه. اگر غیر از این بود و در واقع دوباره آنتن نبود، بیا این پروسه رو تکرار بکن. و یه چیز خیلی ساده هستش و خودتون هم میتونین همچین شورتکاتی رو بسازین یا اصلا نسازین، خودتون دستی میتونین این کار رو انجام بدین. ولی خب این شورتکات میاد اتوماتیک این کار رو انجام میده، شما دیگه نیازی نیست که 20 بار دستی ایرپلن رو فعال کنین و تست کنین ببینین که آنتن برمیگرده یا نه. اگر اون وسط آنتن دوباره برگشت، در واقع این پروسه تمام میشه و شورتکات آف میشه. به همین راحتی میتونید شورتکات و پروفایل در واقع آنتن بسازین. ولی چیزی که هستش اینی که عمل نمیکنه. چیزی که اینجا هستش من فراموش کردم بگم، یه پروکسی هستش، پروکسی ست میکنن که پروکسی و پورتی ست میکنن که در واقع این پروکسی و پورت هم اگر آن ریچیبل باشه در واقع شما هیچ دسترسی به اینترنت ندارین و در واقع باید با VPN در واقع کانکت بشین به اینترنت و استفاده کنین و چیز خاصی ندارین که من پیشنهاد بدم استفاده کنین پروفایل رو یا نه بر عهده خودتونه. و من پیشنهادم این هستش که از روش‌هایی استفاده کنید که در واقع همین ریست و تعویض سیم کارت و من پیشنهادم همچین روش‌هایی تا استفاده از پروفایل و اولویت آخرتون رو بذارین برای پروفایل. خب این بود از بررسی پروفایل بازگردانی آنتن و بررسی شورتکاتی که همراه این پروفایل براتون ارسال میکنم. شورتکات رو خودتون میتونید بسازید، این پروفایل هم به همین صورت. ولی خب چیزی که هستش به احتمال خیلی خیلی زیاد روی دستگاهتون جواب نده و هیچ تأثیری نداشته باشه این پروفایل براتون. پیشنهاد میکنم از بقیه روش‌ها استفاده کنید برای بازگردانی. و چیزی که هستش اینه که هیچ روشی دائمی نیست و هیچ روشی قطعی و 100% برای دستگاه شما جواب نمیده. یه روش ممکنه 1 ساعت، 1 روز، 1 ماه، 1 هفته فرقی نداره کلا براتون جواب بده و بعد از اون دیگه جواب نده یا از دسترس خارج بشه و دیگه براتون جواب نده. اگه این ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم با لایک و کامنت و اشتراک گذاریش از ما حمایت کنید. موفق باشید.